خداوند بخشنده و مهربان، همدیاران عزیز، یکی شما رو به فرارسی روز وحدت، روز امضای سازشنامه صلح تاجیکان مبارکباد میگم و از خداوند منان برای یکی شما سربلندی و برای ملت عزیزمان صلح دائمی و شکوفایی را تمنا دارم. امروز که برای ملت تاجیک یک روز تاریخی، یک روز تقدیرساز هست و ده ها سال پیش با امضای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و استاد زنده‌یاد سید عبدالله نوری، ملت تاجیک صاحب یک حجت تقدیرساز گشت که در تاریخ ملت و در تاریخ دولتداری تاجیکان همچون سندی که جنگ برادرکش را خاتمه داد باقی میماند و ما به خاطر این جشن، به خاطر این روز همه ساله جشن آراییم، یکدیگر را تبریک میگیم و این صلح و وحدت را گرامی میداریم. البته سر و صداها خیلی زیادن، حرفها زیادن درباره آنکه این صلح چی شد، تقدیر این وحدت تا به کجا رسید، آیا امروز در تاجیکستان صلح و وحدت واقعی وجود دارد یا نه. این بحثایی هست که در این شب روز ادامه دارند و حق هم دارند کسانی که این مسائل را میبردارند، چون متاسفانه صلح تاجیکان و وحدت ملی ما با عملهای یک عده از کسانی که به طور اجباری این صلح را امضا کرده بودند و در اولین فرصت از اون دست کشیدند، به خصوص رهبریت جمهوری تاجیکستان و در رأس این حرکت خود پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمانوف. با وجود این صلح و این وحدت ادامه دارد. این یک جشن ملی است و می‌سازد که ما یکدیگر را تبریک بگوییم و از این روز قدردانی کنیم. چندین سال پیش ملت تاجیک از جنگ برادرکش خسته شده بود، تشنه صلح بود. با تشبث و ابتکار سازمان‌های بین‌المللی به خصوص فدراسیون روسیه و جمهوری اسلامی ایران، کشورهای همسایه و سازمان ملل متحد این سند تقدیرساز امضا شد و طبق این سند باید تاجیکستان یک کشوری دموکراتیک آزاد می بود که در آن انتخابات ها دموکراتیک برگزار می شدند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان طبق این سند باید یک مرتبه با مدت 7 سال انتخاب می شد و در تاجیکستان بسیار حزبی از آن جمله حزب‌های خاراکتر دینی فعالیت می‌کرد. اما امروز متاسفانه از این صلح، از این وحدت، از این سازشنامه چیزی باقی نماند، بلکه یک طرف با سوء استفاده از وضعیت، با سوء استفاده از صبر و تحمل ملت تاجیک، با سوء استفاده از آن که ملت تاجیک دیگر جنگ را نمی‌خواهد، تمام دستاوردهای این صلح را یک طرفه بها دادند و نه تنها یک طرفه بلکه تمام این دستاوردها و زحمت‌های ملی را به نام یک نفر ثبت کردند. امروز واقعا برای ملت تاجیک روز جشن است، وحدت است، روزی هست که ما باید یکدیگر را تبریک کنیم. این جشن باید جشن تمام ملت باشد، نابسته از آنکه اعضای کدام حزب هستند، اعضای کدام سازمان هستند، آیا در جنگ یا در روند صلح شرکت کرده بودند یا نه. این برای همه تاجیکان و تاجیکستانیان باید روزی جشن و وحدت و روزی خرسندی باشد. اما متاسفانه این جشن را که جشن ملی هست به جشن یک نفر تبدیل دادند و گویا همه ساله یک نفر جشن میگیرد و این معرکه ها و چاره‌بندی گسترده و سرخرازات را برای خودش تشکیل میکند. باقی همه این ملت یا قرصک زن هست، یا تماشابین هست، یا رقص و بازی میکند، یا مشروف میکند و خرسندی را یک نفر دارد. ثمره و نتیجه های این صلح و وحدت را یک نفر میبیند با خانواده خود که حاکمیت را در دست خود قبضه کرد و برای ملت، برای میلیون ها تاجیک که در سراسر دنیا سرگردان هستند هیچ چیزی باقی نماند. ولی با وجود این هم می‌سازد که ما یکدیگر را در این روز تبریک بگوییم، مبارکباد بگوییم و تلاش کنیم تا اینکه این وحدت واقعی ملی بار دیگر به وطن برگردد و ما همگان در فضای صلح و آرامش، در فضای دوستی، در فضای یکدیگر فهمی، همان طوری که بعد از امضای سازشنامه صلح در کشور وجود داشت پهلو یکدیگر زندگی کنیم. هموطنان عزیز، اگر یادتان باشد و یک مرتبه به اون متن سازشنامه ما
رجوع کنیم و ببینیم که در آن چی نوشته شده است، به خاطر چی ما صلح کردیم. بعدا خواهد فهمید که مضمون این صحبت های ما چی هست. چرا ما امروز در این روز جشن و خرسندی بار دیگر خاطر رسان میکنیم، بار دیگر دعوت میکنیم و بار دیگر این مسائل رو میبرداریم که نسبت صلح و وحدت ملی خیانت شد. طبق سازشنامه عمومی صلح که در این روز امضا شده بود، باید تاجیکستان از جنگ به دوران صلح میگذشت، یک دولت دموکراتی و بهترین دولت از لحاظ اقتصادی، از لحاظ سیاسی و از لحاظ فرهنگی در منطقه می بود. واقعا ما این شانس را داشتیم، این امکانیت و پتانسیل در ملت ما وجود داشت و هنوز هم وجود دارد. اما متاسفانه با به خردی یک گروه با آنکه مدیریت درست نداشتند و نسبت این صلح و وحدت خیانت کردند، امروز تاجیکستان عزیز ما به یکی از خفامانده ترین کشورهای نه تنها منطقه بلکه تمام جهان تبدیل شده. اما ملت تاجیک را می‌سزد که راه افتاده نباشد، این مشکلات موقتی را با درایت و با مسئولیت پس سر کند و برای رسیدن به یک وحدت واقعی، به صلح سراسری ملی و به یک جامعه پیشرفته تلاش خود را ادامه بدهد. من باوری دارم که اون روز دیر نیست که ملت تاجیک بار دیگر اطراف اون آرمان ها و ارزش هایی که در سازشنامه عمومی صلح جا داشتند برمیگردد. اطراف اون ارزش ها ما باز هم پهلوی یکدیگر قرار خواهیم گرفت و واقعا هم یک دولت ملی، یک دولت آزاد، مستقل و پیشرفته را با هم بنا خواهیم کرد. بار دیگر هموطنان عزیز، شما را تبریک میگم به این روز و دعا میکنم که پروردگار هر چیز زودتر ملت ما و کشور عزیز ما را به یک صلح و وحدت ملی واقعی برساند. خداوند نگهبانتان باشد تا صحبت‌های دیگر. در این دیار شیوهی وحدت نمانده است، در چشم یار نازی محبت نمانده است. ما از خدای خویش نه این روز خواسته، در خون تاک و عشق ما اسمت نمانده است. آنه که نوی خواسته گل بود خار شد، در باغبان عشق بشارت نمانده است. خام زبرد در کف اوریان چراغ داشت، از نور فطرتش بجز ظلمت نمانده است. یک مرد از خیانتی خائن نرسته است، یک
جراحت نمانده است. فخر نجات میهن و ملت فسانه است. گرد زی خاک میهن و ملت نمانده است. فخر نجات میهن و ملت فسانه است. گرد زی خاک میهن و ملت نمانده است. گرد زی خاک میهن و ملت نمانده است.